و وقتی در لحد میمانند و شما میره آخران انسانی که ششم قدم هم میبردارد و نیت هفتم داره حتی صدای پای شما را میشنوه و میخیزانند و صورت زیبای رسول الله را نشان میتند و میگن ماذا تقول فی هذا الرجل، درباره این مرد چی گفتنی ها داری؟ آیا این مرد میشناسی؟ جواب میشوه هذا محمد صلی الله علیه و سلم. این صورت زیبایی را نشان داده استی، این صورت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دوباره سوال میشه من این عرفته، از کجا شناختیش، از کجا دانستی که این صورت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ اگر واقعا عاشق رسول الله باشه میگه قرأت کتابه، آخرین پیغمبری است که من کتابش خواندم، آخرین پیغمبری است که 23 سال حیاتش برای من صرف کرد، من چگونه این پیغمبر را نشناسم؟ شناختن پیغمبر بزرگوار